درود در هر کجایی که هستید و ما را تماشا میکنید، چی در تلفن یا نزدیک کامپیوتر و یا تلویزیون. آیا میدونید که سال گذشته تقریبا 68,000 تاجیک از جمله مهاجران زیاد شهروندی روسیه را گرفتند؟ اگر نه، خبرش در صفحه‌های رادیو آزادی در اینستاگرام و فیسبوک هست و جزئیاتش نیز هست که با کی شهروندی دادند با کی نه. محض همین خبر صدها نفر را در صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام به بحث کشید. بعضی گفتند که 64,000 نفر که بیشتر از اهالی شهر نورک است کاری درست کردند که شهروندی روسیه شدند. با گفته قسم دیگر کاری چندان درست نکردند و عاقبت‌های پذیرفتن شهروندی روسیه برای تاجیکستان هم بد است. کاربری با نام المسلمین در صفحه ما در اینستاگرام نوشته است اگر تمایل مذکور ادامه کند یک لشکری عظیم مردم تاجیکستان شهروندی روسیه می شود. شرحش چنین است: هر سال 60,000 در مدت 10 سال زیاده از 600,000 شهروندی روسیه را می گرفتند. کاربران زیادی را آمار مذکور حیرت زده کرده است که نوشتند با چنین احوال کدام روز تاجیکستان خالی می شود. شرح شهرت نیزاموف یک کاربری صفحه رادیو آزادی در فیسبوک را می خوانیم. اگر همین گونه رفتن بگیرد در تاجیکستان آدم نمی ماند، همه شهروندی روسیه می شوند. با گفته گروه دیگر اگر روسیه قاعده های قبول شهروندی را ساده تر کند، شماره تاجیکانی که وطنشان را مانده در گوشه و کنارهای روسیه زندگی اختیار می کنند از 64,000 در یک سال هم می گذرد. نظری فضل‌الدین نجم‌الدینوف کاربری فیسبوک را می خوانیم. اگر روسیه مسئله حق اقامت و کوچبندی را آزاد کند، میلیون ها کارمندان دولتی و بیکاران برای بهبودی زندگیشان می روند. سبب میل زیاد به گرفتن شهروندی روسیه به گفته کاربران مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیاد در تاجیکستان از جمله بیکاری است. به نظر کاربر با نام شریف سهراب، چون در تاجیکستان نه کار است و نه زندگی، برای همین مردم به روسیه می رود. کاربر با نام قناعت صادق و نیز عین نظر را در صفحه ما در اینستاگرام نوشته است: به من از تاجیکستان زنگ میزنند و میگویند این قیمت شد، نیروی برق نیست، چه کنیم نمیدونیم، بهتر است روسیه می رویم، علاجی نداریم، خوردن و پوشیدن و زندگی کردن در کار است. تعدادی دیگری از آنهایی که خبری شهروندی گرفتن تقریبا 64,000 تاجیک در روسیه را خواندند گفتند این روندی غم‌انگیز است چون محتاجی و ناعلاجی مردم را نشان می‌دهد. شرحی مکسی 4591 را از اینستاگرام انتخاب کردیم که به زبان روسی گذاشته است. همه می‌خندند، ولی این روند نه خرسندی بخش بلکه غم‌انگیز است. هیچ کس شهروندی کامل آن کشور نمی شود که مهاجرت کرده است. همه را فقط محتاجی مجبور می کند. محض همین محتاجی است که مردم را به مهاجرت می برد تا که در وطن خویش از گرسنگی نمیرند. به عقیده انیس 888 شهروندی روسیه را پذیرفتن ده ها هزار از زادگان تاجیکستان از عقب رفتن دولت شهادت می دهد. به نوشته مردانوف 7604 اگر روسیه قانون دو شهروندی با تاجیکستان را به اعتبار کند، آن وقت احوال کشور بد می شود. او می نویسد این برای دولت تمایل منفی است، مثل آن است که فرزند خود را به یک کسی دیگر می دهی. اگر به همین منوال ادامه کند، روسیه قانون می برارد شهروندی یک طرفه، آنگاه نیم اهالی روس می شود. کاربری با نام شکرالله محمدی گفته است از تاجیکستان رفتن و در روسیه مقیم شدن ده ها هزار نفر عاقبت‌های منفی دراز مدت برای کشوری دارد که تاجیکان وطن اصلیشان می شمارند. او چنین گفته است: در گذشته انسان‌های دانشمند ما را به اروپا بردند. حالا ببینید اروپا کجا و آسیا کجا. چرا فکر آینده را نمی کنید؟ باید انسان‌های دانشمند را در وطن حرمت و دستگیری کرد. اگر همین گونه رفتن بگیرد، ما پیش رفته نمی توانیم. شما چه میگویید؟ پذیرفتن شهروندی روسیه کاری درست هست یا نه؟ نویسید یا در ویدیو ثبت کنید و به ما بفرستید. با تلفنی که میبینید وایبر، واتساپ، ایمو و تلگرام دارد. این کار از طریق وبسایت رادیو آزادی هم کرده میتوانید. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.